الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. چون الله متعال كمي فرمايد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خدای متعال می فرماید ما در هر ملتی پیامبری را فرستادیم به ندای توحید، برای کلمه طیبه لا اله الا الله، یعنی خدا را پرستش کنید و برای عبادت از غیر خدا پرهیز کنید، دور بشید. یعنی قسم به غیر خدا، شرک از چه بارگاه باشه، چه امامزاده باشه، چه شخص پرستی باشه، چه قبر پرستی باشه، چه شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه غیر خداست، چه اولیا باشه، چه انبیا باشه، فقط مدد، نظر، قربانی کردن، فریاد رسیدن در سخت‌ترین شرایط، فریاد فقط یا الله، نظر، قربانی، مدد گرفتن، کمک گرفتن، توسل، دعا کردن فقط درگاه الله متعال باشه و هر مخالفین باشه انسان مسلمان از دار اسلام خارج می شود و مشرک می شود. چون در آیه سوره نساء 48 می فرماید الله سبحانه و تعالی: هر کسی برای من شریکی قرار بدهد، توبه نکند، یعنی هر کسی برای خدای متعال شریک قرار بشود، گناه تر از این که گناه بکند الله متعال او را می بخشد، ولی شرک را نمی بخشد. سبحان الله. توحید یعنی یکتاپرستی. محتوای دعوت همه پیامبران علیه السلام در محتوای دعوتشان که خدا را پرستش کنید و از طاغوت دوری کنید. طاغوت یعنی طغیانگر، متجاوز. طاغوت عامه، هر کس برای غیر خدا عبادت کند طاغوت است. که در حدیث صحیح داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: من حلف بغیر الله فقط کفر او اشرک. کسی که به غیر خدا قسم بخورد دچار کفر یا شرک شده است. خدایا چنان کن سرانجام کار تو باشی و ما رستگار. پدرام صلواتی هستم از کردستان ایران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درود بر این برادر عزیز کرد و همه Oh